دیگه حق نداری فید بزنی اگه هنوز این روش رو بلد نیستی. با شونه 4.5 میل یه تخلیه انجام میدیم، حد فیدمون رو مشخص میکنیم. بعدش هم میریم سراغ تریمرمون. با تریمرمون هم حد صفرمون رو مشخص میکنیم. حالا میریم سراغ کلیپرمون. با گارد باز کلیپر یه لاین میریم بالا، بعد از اون گاردو میبندیم، به صفر میرسونیم و خط بین تریمر و کلیپرمون رو از بین میبریم. حالا میریم سراغ شونه 3 میل. شونه 3 میل رو میذاریم روی کلیپرمون، گاردو میبندیم، یه چند سانت با کلیپر میریم بالا، یه لاین رو مشخص میکنیم. بعد از اون گاردو باز میکنیم و یه لاین گارد باز شونه 3 میل هم انجام میدیم. حالا میریم سراغ شونه 1.5 میل و خط بین گارد باز و شونه 3 میلمون رو از بین میبریم. مهمترین نکته در این فید اینه که خط گایدلاین آخرمون رو با شونه فید از بین ببریم. برای اینکه فید شفافی داشته باشیم، لکه‌گیری با قیچی کات حتما باید انجام بشه. و در نهایت لاینی که با تریمر قرار بود بزنم و این بار با تیغ شیپ میکنم. اینم از فاینال کارمون. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. پیج منم فالو کن، قراره کلی آموزش‌های رایگان براتون بذارم.